پنیر لیقوان مخصوص کدوم استان ایران؟ من میدونم. آذربایجان شرقی، زنجان، آذربایجان غربی. چه گفتی تبریز؟ تبریز. خب نه دیگه چون تو کدوم؟ شرقی است. اشتباه گفتم؟ نه چون نوبت منه دیگه، نوکرتم. تو شرقی داری میدونم سخت داره یه تبریز باید بگم. بگو ایمان. حالا شرقی بود یا غربی بود؟ آذربایجان شرقی. درسته. نوکرتم. مهمترین خاصیت شربت بهار نارنج. یک، کجا بتونه اینو؟ درمان سنگ کلیه. خب 2، شفاف کردن پوست. شفاف کردن پوست؟ بله. 3، تسکین سیستم عصبی. چه سریع. شما میتونم یه گزینه واسهتون حذف کنم قبل از اینکه حرف بزنی. حذف کن دیگه، مهم نیست دیگه. درمان سنگ کلیه رو حذف میکنم. آفرین. من خواستم اونو بگم. الان شفاف سازی پوسته و تسکین سیستم عصبی. تسکین شربته. همه چی رو از اول بپرس. من اسمم چیه؟ شما کجاست اینجا؟ گزینه 3 تسکین. درست. نوکرتم. عجب شانسی داره جواب میده. نوکرتم تا فردا. اسم نوشیدنی هندی که شبیه دوغ ایرانیه. گلاب جامون، اون دسرشونه تو پکای کوچولوی شیرین خوشمزه. بهارات نمیدونم چیه. لاسی. لاسی آن تاپ. درسته. بچه میخواین شما بازی کنین یا میخواین همه امتیازها رو من بگیرم؟ دی ان ای کدوم میوه بیشتر از 60% شبیه دی ان ای انسان هاست؟ 1 موز. 2 هلو. 3 توت فرنگی. هلو هم میشه یه دوستان به خاطر هلو به خاطر شکلش پوست روشو دارم فکر میکنم. انسان گونه است. حالا انسان گونه نیست ولی پرز داره. آره عجب. من برای همین میگم هلو. منطقه رو دوست داشتم. اشتباه. تو بگو موز. درست. سوسیس آندویی مخصوص کدوم کشوره؟ 1 اسپانیا. 2 مکزیک. 3 فرانسه. کوروش. اسپانیا. اشتباه است. حق انتخاب نداری. اسپانیا. من همین الان گفتم اسپانیا که مگه میشه؟ من گفتم فرانسه. ولی اصلا مهم نیست. جفت و منفی بعد جفت و صفری. خب اولین پستانداری که توی آموزشگاه کلون شبیه سازی شده چی بوده؟ بگو. انسان، گوسفند، بز. گوسفند. درست. نکرتم. گوسفند. این کدوم بود؟ کوسه ها چند تا استخون تو بدنشون دارن؟ 1 234. 2 177. 3 0. صفر استخون. درست. اسکلت داخلی کوسه ها فاقد استخونهای واقعیه و فقط از غضروف تشکیل شده. فاصله زمین تا خورشید چقدره؟ 151 میلیون کیلومتر، 81 میلیون کیلومتر، 8 میلیون کیلومتر. ایمان داره تخمین میکنه تو سرش. چرتکیه داره حساب میکنه اگر از اینجا تا خونمون 10 کیلومتر پس 81 میلیون کیلومتر. نه 150. درسته. نوکرتم. نوکرتم. کمیاب ترین گروه خونی بین انسان ها کدومه؟
1 او منفی، 2 او مثبت، 3 آب منفی. من فقط بیه رو میدونم تو کانادا 13%. بیه نگتیو. ولی دوستان میگم آب منفی. درسته. 1000 امتیاز. من مطمئن آبه. حتما میخواستم بگم او منفیه. کدوم ماده شیمیایی پیاز اشکمون رو در میاره؟ 1 سولفونیل پروپان، 2 آلیسین، 3 کپسیسین. آلیسین. شما اول زدین؟ بله. نه. ای بابا. کپسیسین. نه. نه. همون قیمتشه که گفتم. چرا گفتم اصلا خودم فقط ضایع کنم. طولانی ترین رودخانه جهان. 1 آمازون، 2 میسیسیپی، 3 نیل. آمازون. اشتباه. مگه میشه آقا اینجوری جلو بچه‌ها دارین ضایع میشیم، اینجوری دارین ضایع میشیم. آره یه دونه رو یه دونه رو که درست نگفتی. من اینم نمیدونم واقعا مطمئن نیستم بین میسیسیپی و نیل. نیلو بگو فقط ضایع نشیم. مطمئنم نیله. آره دو بار مطمئنم نیله. آره میسیسیپی. نیل درست. گفتم اسکال 100 بار گفتم نیل دیگه. روی هر تاس چند تا نقطه وجود داره؟ خیلی ساده است. 21 22 یا 24. وقت دارم بشمارم. آقا نمیتونی این کارو بکنی. چرا نمیتونم بشمارم؟ تو الان شمار تو ذهن خودت. گزینه داشتم؟ آره 21 22 24. 22. اشتباه. نشمار. 21 22 24 همه هفته دیگه باید ضریب 7 باشه. 22. من گفتم 22. 22 هفتم باشه درسته. آقا بزرگترین فرودگاه دنیا در چه شهری قرار داره؟ الف پکن چین، ب لس آنجلس آمریکا، جیم ریاض عربستان. پکن چین. اشتباه. کراش. لس آنجلس. کشور بولیوی چند تا زبان رسمی داره؟ بابا از کجا بدونم اینو؟ 1 37، وای 2 4، 3 یه دونه. چارت. غلط. کوروش 37 تا. درست. آخه اینم مثل اون 100 تا بچه‌ه بود. انقدر عجیب غریبه. 37 تا. رسمی. شیلینگ واحد پول کدوم کشوره؟ دو شیلینگ بده. شیلینگ؟ من فکر شیلینگ مثلا قدیمیای شیلینگ. تهرانی میگن مثلا 2 شیلینگ. نه اشتباه گفتم انگلیسی. وای نمیدونم. سومالی، دانمارک، جزایر فالکلند. جزایر فالکلند. نه من زدم. من زودتر بعد از اینکه اصلا اونجوری نیست. بگن من زده بودم. شب تو خواب بودی زدم. خب اگر اینجوری سیستم که نمیشه که. آقا من خیلی وقت بیشتر تو همینجوری زدی الکی. نه میدونستم. تو همینجوری زدی. منم میدونم جوابا. یه سنگ کاغذ قیچی میخوای بکنیم بگین؟ یه دونه ای. سنگ کاغذ قیچی. برو بابا. دانمارک. نه بس بس جمع دارم. خوش تو سرم. گفتم مال سومالیست. بله. قدیمی ترین شهر ایران. الف شوش، ب کرمانشاه، جیم اصفهان. کرمانشاه. اشتباه. شوش. درسته. یس. نبرد دریایی سالامیس خب بین چه کشورهایی بود؟ میدونم. ایران و یونان، انگلیس و اسپانیا، انگلیس و پرتغال.
ایران و یونان. نه وای درسته؟ درسته؟ آره درسته؟ خواستم بگم که اصلا کدوم دریا من اصلا باورم نمیشه. پر جمعیت ترین شهر آمریکا. الف لس آنجلس، ب نیویورک، جیم واشنگتن. نیویورک. درسته. رامسس دوم فرعون معروف مصری چند تا بچه داشت؟ میدونم. 1 8 تا، 2 4 تا، 3 100 تا. رامسس 100 تا گزینه بالاتریه رامسس دوم. دومیشون 100 تا. درسته. همین چی داره ول میده. از خود جیسی پروندی. اسطوره یونانی که با لمس کردن هر چیزی اونو به طلا تبدیل میکرد کدومه؟ الف هرمس، ب آتنا، جیم میداس. البته هرمز طلا هم داره دیگه، برند هرمز، ولی هرمز نیست. ایمان بگو اینقدر مغلطه میگن چی میگن؟ اینقدر چیز نکن سفسطه و مغلطه نکن بگو جواب بده. میداس و آتنا. میداس. درسته. به میداس فیش تو فورتنایت دارم میاد طلایی بود. اولین کاری که وقتی صبح بیدار میشی انجام میدی. که بیدار میشم اول گوشی چک میکنن کماندو همه که ببینن نوتیفیکیشن ما اومده یا نه. راست میگی؟ درسته. جواب اول با 47% رفت. 47% نصف بچه ها. چیزایی که ممکنه لیست بزنی. اوه چقدر سریع. یعنی اصلا بستنی. درسته رأی اول بستنی. وای آقا تبریک میگم به خودم. به لیست خوبی باریکلا. تو لیست خوبی. خوشگل ترین بازیگر دنیا. آنا دی آرماس. آنا دیارماس رتبه اول با 31%. کی آنا دیارماس کیه؟ کدوم عضو بدن بیشتر از بقیه اعضا درد میگیره؟ سردرد دیگه خیلی. سر جواب اول با 32%. من چجوری داره همه اینا رو میگه؟ میلولم تو جوابا امروز. میلولم. بحث در مورد چه موضوعی تو خانواده همیشه جنگ و دعوا را میندازه؟ همه چی. انتخاب رشتت کیه؟ دانشگاه چی قرار شد؟ کلی‌تر. برو درس بخون. درس خوندن. درس. بده به ایمان. بده به این. چند بود؟ 23% رأی جواب اول. اول؟ آره. نده به ایمان. پس بگیر از ایمان.